سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. این ادامه ترید در واقع لایف ترید قبله که اینجا یه اوردر کاشتیم، قیمت ریخته و همینجا هم اوردر رو پاک میکنیم تا ببینیم موقعیتی پیدا میشه. فعلا همین یورو میتونه یک موقعیت به ما بده زیر این سوینگ بچه ها، زیر این. دلیل رو هم بهتون میگم، زیر این تا همین در واقع یه استاپ کوچیک تا همین 86%. پس ما تا اینجا دو تا تیپی گرفتیم، دو ترید دو تیپی. خب اینجا هم اوردر یورو رو کاشتیم. دلیل رو توی ویدیو قبل بهتون گفتم، ما توی یه سلر مووینیم. 1 2 3. اگر اینجاها برامون سوینگ میساخت خیلی جای امن‌تری بود، ولی الان آخرین سوینگمون اینه و فعلا سل استاپمون اینجاست. استاپمون هم در واقع تیپیمون هم کجا؟ زیر یکه. ببینید این 1 2 3. تارگت ما فعلا تا کجاست؟ تا زیر یک، اگر بخواد این سوینگ رو رد کنه. خب بچه ها، این داره میاد به سمت اوردر ما. الان فعال شد. توی تریدینگ ویو هم دارید میبینید، توی همون نقطه است. ببینیم چی میشه. یه مقدار همین رو زوم کنم که شما هم ببینید. بچه من خودم میکروفون رو بستم فعلا که شما فقط اسکرین و ترید رو داشته باشید تا ببینیم این ترید چی میشه. بعد دوباره میام خدمتتون. بچه من هر تریدی که میزنم بعدش همون جدولی که بهتون گفتم توی اون جدول می نویسم راحت برای ژورنال خودم. شما هم همین کار رو بکنید. باید در واقع با کاغذ و جدول و اینها مدیریت کنید تریداتون رو و اصلا به بالانس و اینها نگاه نکنید. اونجا توی اون جدول ها
یا روی کاغذ همیشه تریدتون رو داشته باشید، همیشه نتایج رو بنویسید که چی شد اون تریدتون. خب این فقط نگاه کنید یه مقدار تیپی ما پایین تره چون استاپ خیلی نزدیک میشد. حالا بحث این اسپرد و اینها، ببینید این زیر یکه، نگاه کنید اینو میگم، این رالیه، این سلر مووین، یه حرکت شکمداری که بهتون گفتم، 1 2 3 زیر این سوینگ شد و کجا تارگت اول 1 2 3 کجا؟ زیر 1. ببینید زیر این که الان اومده. یه احتمال برگشتی هم هست بعضی وقتا اگر تارگتون پایین تر بیفته. الان نزدیک تارگت، حتی میتونیم ریسک فری کنیم بخاطر اون برگشتی که بهتون گفتم، ولی من معمولا هیچ تریدی رو خیلی زود ریسک فری نمی کنم. میگم که حتی اگر استاپ هم برگرد، استاپ هم بشه مهم نیست، چون بعضی وقتا میاد ریسک فری رو میزنه باز میریزه و اینها هست، و یعنی عادت به ریسک فری کردن ندارم، مگر اینکه حالا میگم که یه سری حرکات ببینم که بخوام مثلا ترید رو ببندم. حالا اینو نگاه کنید، زیر این 1 رو زده، یعنی کار خودش رو انجام داده، نزدیک تیپی ما هم اومده، اون رو نزده. احتمال این که برگرده بالای این سوینگ رو خالی کنه بریزه هم هست. الان یه مقدار بیاد زیر این شادوه، ما میتونیم دیگه ریسک فری کنیم. ببینید یه مقدار بیاد زیر این شادو، ببینید الان هنوز موقع ریسک فری نیست. بیاد دوباره هم سطح این کندل بشه، بعدش باز ببینید الان میتونیم ریسک فری کنیم دیگه، نخواد تا اونجا هم ترید رو ببنده. ببینید همینجا هم شما میتونید دستی ببندید. خب اینم تیپی بعدی شد. در واقع تا اینجا 2 تا ترید روی طلا داشتیم، امروز 2 تا تیپی شد، یه دونه هم الان یورو داشتیم که دلیل رو کامل بهتون گفتم. بچه ها خیلی همه چیز ساده است، حتی اون روز دیدید ما استاپ خوردیم بعدش اومدیم جبران شد. الان من 3 تا تیپی گرفتم، خب، و 3 بار میتونم ریسک بکنم از تریدهای امروز. خب اینجوری ببینید تریدو که مشکل روانشناسی براتون پیش نیاد. اینم نقطه 3 بود، اینم تارگت های قیمت که اولی رو زد زیر 1 بود، بعدی 86. پس بچه ها سعی کنید همیشه با اوردر کار بکنید. اگر کامپلکس پول بک میگیرید، اگر هوک میگیرید، وقتی تارگت اوردر هندسی یعنی تارگت هندسی میذاریم مثل این، یعنی ما مشخص کردیم توی بازاری که 95% خودتون میدونید اصلا درگیرن، اصلا نمیدونن بازار کجا میخواد بره. شما دارید تشخیص میدید که بازار میخواد بیاد تا اینجا، یا بازار برای مثال میخواد بیاد تا این سقف. این یک هنره، یعنی شما تمرین بکنید همیشه هندسه رو. و چرا؟ چون بچه‌ها هندسه خیلی تکراریه، یعنی شما وقتی که چند تا صحنه رو ببینید دیگه ناخودآگاه میدونید توی آینده چه اتفاقی میخواد بیفته. چرا؟ چون از بس گذشته رو دیدین، از بس حرکات رو دیدین، تمرین کردین. هندسه هم یه همچین چیزیه. خب اینم از تیپی سوم. طلا همونجور که بهتون گفتم توی لایو ترید قبلی، این توی سلر موو اینه اینجاها، یعنی اگر اینجا دوباره سوینگ بسازه ما دوباره میتونیم تا بالای این سقف حتی بیایم توی خرید، ولی میگم که شاید برای امروز کافی باشه، فعلا خبری نیست. خب سلام مجدد بچه ها، ببینید یورو تا کمر فلک خودش ریخته و اینجا پتانسیل این رو داره که بره بالا. ما هم یه دونه دیگه ترید میزنیم نهایتا برای امروز و تا الان 3 تا ترید داشتیم، 3 تا تیپی، یه دونه دیگه میزنیم که بشه 4 تا، استاپ بشه یا تیپی. و اینجا میخوام ترید کنم، الان بهتون میگم. برید بچه زیر کمر فلگو که میزنه، خب
پتانسیل اینو داره که بلا نگاه کنید و این 1 2 3 بخواد بره بالا. ببینید اینجا، خب این ترید اول ما بود، خیلی خوب ریخت. اینجا هم نگاه کنید یه دونه 1 2 3 داریم. این بخواد بیاد بالای این کمره در واقع این 1 رو بزنه، میشه ما تا همون سقف ازش انتظار داریم. تمام. اینم استاپ. اگر بیاد فعال کنه. بچه من معمولا نهایتا خیلی بخوام ترید بکنم 2 تا در روز، یعنی میام اونایی که وین ریت بالا، یعنی دیگه مطمئنم خیلی، یعنی احتمال 95% میخواد به یک نقطه بریم، یا اونها رو ترید میکنم. شما به این فکر بکنید که حتی $10 ریسک داشته باشید، یعنی مثلا روزانه $10 $20 بگیرید، فکر کنید مثلا بعد از چند ماه اون عدد چقدر زیاد میشه. خب ترید رو باید اینجوری ببینید. حالا بعدا توی یک مبحث روانشناسی کامل اینها رو خدمتتون میگم. این ترید باز بشه بچه ها، اگر استاپ بشه، خب ما با 2 تا تیپی دیگه میبندیم. اگر هم تیپی شد دیگه با 4 تا تیپی در واقع بستیم. دلیل این که فعلا ران نمی کنم این چند وقت، به خاطر اینکه بازار هنوز اون در واقع پتانسیل حرکت بزرگ رو توش نمی بینم. الان نگاه کنید فعال شد. خب 1 2 3 زیر کمر فلک رو زد و حالا منتظری. من میکروفون رو میبندم ببینم چی میشه. خب بچه ها این استاپ شد و جاید بخواد بیاد پایین تر، حتی زیر این رو هم بزنه. ما طبق ستاپمون گرفتیم. امروز به عنوان ترید آخر روی یورو بودیم. یعنی باز هم الان اگر بخوایم میتونیم دوباره ترید کنیم از این سقف، از این سوینگ تا اینجا، اما خب دیگه نظرم فعلا تا این ساعت برای این لایف ترید ها برای امروز کافیه. نتیجه امروز 4 تا ترید بود که در واقع 3 تا تیپی، 1 استاپ، مجموعاً شد چی؟ مجموعاً شد 2 تا تیپی. برای مثال اگر ما ریسکمون $10 بود $20 گرفتیم، اگر ریسکمون $100 بود
$200 گرفتیم و کافیه. اینو بهش میگن همین مستمر بودن و استمرار. مگر این که بخواید میگم که من خودم بچه‌ها زیاد ترید، یعنی در روز نهایتا 2-3 تا بگیرم و تا وین ریت بالاها رو میگیرم که بهتون گفتم کدوم ها وین ریت بالان، اونم بر اساس تجربه بیشتر. مگر این که مثلا امروز خیلی حالا مخصوصا برای شما بخوام یعنی ترید بزنم، باز هم کار خودم رو انجام میدم و همون تریدی که خودم میگیرم رو میزنم. پس امروز شد 2 تا تیپی که روی طلا اگر یادتون باشه اینجا یکی داشتیم تیپی شد، دوباره اینجا روی این سقف تیپی شد تا اینجا، دیگه طلا رو ترید نکردیم. هرچند بچه باز میشد از اینجا تا این سقف ها گرفت. میگم که چند تا موقعیت داد، حتی این سوینگ کوچیکی که اینجا میبینید طلا موقعیت داشت و یورو هم اینجا جایی بود که گرفتیم قیمت خوب ریخت تا کمر فلک. ببینید همین رو اگر میخواستیم ران بکنیم هم زیاد میشد، تقریبا 1-3 میومد. این یکی هم که اینجا استاپ شد همونجوری که دیدید. پس ما همیشه تیپی نمیخوریم، منتها برایند خیلی مهمه برای ما که پایان روز. الان نگاه کنید بچه ها، مثلا من بعد از هر ترید میرم توی اون جدول و گزارشات رو میزنم، مثلا الان تیپی شد، استاپ شد، برایندم چی شد و کامل دیگه مشخص و مستند اونجا همه چیز رو برای خودم دارم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ما سعی میکنیم جلسات بیشتر فعلا آموزشی باشه. تحلیل لایو ترید میمونه برای موقعی که یعنی بیشتر لایو ترید ها و تحلیل ها میمونه برای اینکه شما کامل هندسه رو دیگه یاد گرفته باشید و مطالب رو دیده باشید. امیدوارم که موفق باشید. فعلا خدا نگهدار.